پاییز که میشه ما بی اختیار میریم اتاق جمشید. پاییز یهو میاد تو یه روز، مثل بهار و بقیه. صبح زود بیدار میشی میبینی حیات شده طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده میکنن. تو جمشید میگیم سر مرگی مهمون نمیخوای دلمون گرفته. میگه بابا کجاش دلگیره، نگاه نارنجی ها رو به زبان حال با انسان سخن میگه. خورمالو رو ببین. میگم جمشید نارنجی چیه؟ مهر، آبان، وای از آذر، چجوری بگذرونیم امسالو؟ میگه چای دهن افتاد. جمشید اگه پاییز اینقدری که تو میگی خوبه، چرا ما هر سال روز اول پاییز دلمون خالی میشه؟ همه به این زرد و نارنجی نگاه میکنن حالشون جا میاد، چرا ما بلد نیستیم؟ چرا همه رفته بودناشونو میذارن واسه پاییز؟ چرا پاییز هیچ